شده، شما فقط کیفیت رو ببینید. و طرف میاد میگه فلانی داره جوجه هاشو این قیمت میده، شما چرا جوجه هاتون این قیمته؟ خدا شاهده من با حساسیت خیلی بالا تک تک این مرغای با کیفیت رو که میبینید همشون از تو مجموعه همکارا جمع کردم با قیمت خیلی بالاتر از قیمتی که گله‌ای دارن میفروشن. شما فقط پولک رو ببینید. شما چه ایرادی از این میتونید بگیرید، از این زیبایی؟ به خدا قیمت این مرغ با این کیفیت بالای 20 میلیونه. ما داریم جوجه شدونی مفت تومن میفروشیم. البته ناشکر نیستیم، بازم میگیم خدا رو شکر، ولی قیمت همون یه خورده حالا بالاه به خاطر کیفیت بالاه. دوستان دیگه خودتون پرو ببینید چقدر منظم، چقدر تمیز، چقدر خوشگل. چه ایرادی میتونید بگیرید از این مرغ؟